هوایی هم جو پاریاس مویاسه دریا زایست بعد دریا ریزش سنگپاره‌های بزرگ به بالای مکتب تحصیلات همگانی ناحیه درواز ساعت 6 صبح 17 فوریه رخ داده است. در پی سنگریزی قسم از بینای مکتب رقم 6 به نام سروری امیرجانی دهه یاگت تخریب شد. طبع ساکنان محلی خبر دادند اساساً 3 صنفخانه مکتب ضرر دیدند. همچنین در داخل بینای این مکتب کودکستان نیز عمل میکرد که از این آفتی طبیعی آسیب دید. به گفته ساکنان در مکتب مذکور صدها خواننده تحصیل میکنند. خوشبختانه ریزش سنگ در روز یکشنبه اتفاق افتاد و تلفات جانی را در پی نداشت. هرچند به ادامه تحصیل مکتب بچه ها در دهه یاگت تاثیر رساند. ساکنان میگویند تقریباً 10 سال پیش شاهدی همین گونه سنگریزی شده بودند و از خطر این آفتی طبیعی نگرانند. ناحیه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان یکی از مناطق آسیب پذیر از آفت‌های طبیعی محسوب می‌یابد. هفته گذشته ریزش سنگ‌ها از کوه در دهه سنگیوی ناحیه منزل یک خانواده را تخریب کرده راه ماشینگرد را نیز قسماً ویران نمود. بعداً با کمک کمیته حالت‌های فوق‌العاده و ساکنان محلی حرکت نقلیات دوباره برقرار گردید.